آیا اکسسوری درست کردن کار راحتیه؟ قراره بفهمیم. سلام، من ستارم، به چنل من خیلی خوش اومدین. خب بچه ها، امروز قراره برم یک کارگاهی که توش با فلزای مختلف مخصوصا طلا و نقره اکسسوری درست میکنن، حالا گوشواره و گردنبند و هر چیز دیگه، و قراره بفهمیم که آیا این کار راحته یا نه. دلیلی که این موضوع رو من انتخاب کردم به خاطر اینکه کلا من اگه دیده باشین استایلم معمولا خیلی ساده است، معمولا پترن نداره و رنگای خیلی ساده است و بیشتر دوست دارم که از اکسسوری استفاده کنم. یه اکسسوری بیشتر مثلا اکسسوری عجیب غریب و گنده و یه ذره چانکی و یه ذره دفرم و اینا خوشم میاد. مثلا و مروارید، خیلی مروارید دوست دارم، عاشق مرواریدم. معمولا چیزایی که دوست دارم نمیتونم پیدا کنم، چون معمولا چیزایی که هستن همه تقریبا یه سبکن. دوستم این کارگاه میره و دیدم خیلی چیزای خفن و باحالی درست میکنه. به هم پیشنهاد داد که یه بار با هم دیگه بریم. امروز قراره برم اونجا ببینم که آیا میتونم چیزی درست کنم یا نه. به هم گفتن قبل یه چند تا طرح توی پینترست پیدا کنن، چیزایی که دوست داری بسازی و ترجیحاً مثلا برای اولش کار چیزای ساده باشه. منم خیلی چیزای ساده ای انتخاب کردم و قرار برم اونجا. حالا با هم دیگه میبینیم که قرار چه اتفاقایی بیفته و امیدوارم که بتونم چیزی که میخوام رو بسازم. پس با من همراه باشیم، بریم اونجا ببینیم که چی میشه. خب بچه ها، رسیدم، برم تو ببینم که چه خبره. سلام، خوش اومدین. من سینا آبدینی ام. 9 ساله که طلاسازی میکنم، 3 ساله که دارم آموزش میدم. اینجا ژمانه. بخوام یه خلاصه بهتون توضیح بدم، 3 مدل سلام 3 مدل طلاسازی اینجا انجام میدیم. یکی کار مستقیم با فلزه، یکی طلاسازی با مومه، یکی هم طراحی با کامپیوتر. که پیشنهاد من همیشه طلاسازی با مومه، به خاطر اینکه نیاز به دستگاه صنعتی بزرگ نداره و تو خونه میتونید این کار رو ادامه بدید و کار بسازین و بفروشید و اشغال. اینجا 2 مدل موم داریم برای طلاسازی. یکی این آبیاست، یکی این قرمزه است. آبیه برای کارهای جوندارتر و قرینه و استخوندارتر، قرمزه برای کارهایی که دیتیلش بیشتره و سلام که دیتیلش بیشتره و مثلا میتونیم ببریم و میتونیم با سنگ کار کنیم، سنگ‌های مختلف، کاری که با سنگه خب خیلی خوشگل‌تر میشه. حالا چه اتفاقی برای اینا میفته؟ اینا رو ما میایم قالب کارو میسازیم و این میره ریخته‌گری میشه. ریخته‌گری چه جوریه؟ اینکه این خلاصه بخوام بگم، این میره توی کوره، شکلش توی اون قالب گچی میمونه، خودش از بین میره و به جای اون شکل خالیش که از این رفته، نقره ذوب شده، طلای ذوب شده یا برنج ذوب شده رو میریزیم، میره اون توش، شکلش پر میشه. خیلی خلاصه.
خب بچه من آیتما که ساخته بودم فرستادم ریختگری. اینو از ریختگری برام فرستادن. معمولا 3-4 روز طول میکشه که ریختگری کنن و براتون بفرستنش و حالا الان براتون باز میکنم. و اینکه مال من نقره بودن، جنسی که انتخاب کردم ریختگری بشن و قیمتش فکر کنم 670 تومن اینا شد. 2 تا آیتم با هم، یه دونه پلاک و یه انگشتر. ولی زنجیرشو نساختم و نمیدونم که میتونم الان توی مرحله زنجیر بسازم یا نه. امروز که رفتم از سینا میپرسم، چون امروز باید ببرم اینا رو کارگاه که حالا یه سری کارم هست که بعد اینکه کارا ریختگری میشه باید انجام بدیم. دقیقاً نمیدونم چه کاری. فکر میکنم یه حالت پولیش و اینا باشه اگه اشتباه نکنم و میتونی مثلا توی مرحله کارا رو براق کنی، چون الان کارا کدرن. چیزی که سینا برای من توضیح داد. اینا رو میبرم کارگاه ببینم باشون چی کار میکنیم. الان بهتون نشون میدم که چه شکلیه. از این قیچی بیارم. و برای ریختگری این که چند روز طول میکشه به خاطر اینکه اینا همه رو میذارن، اگه دیده باشن توی شاخه ای، حالا عکسشو پیدا کنم براتون میذارم، همه رو میذارن توی شاخه ای ریختگری میکنن. برای همین باید این ستوناش پر بشه که بتونن ریختگری بکنن. دوباره توی ظرف دیگه یه بایستی. خیلی بامزه است بچه. اینه خیلی خوشگله. میخوام بیفته اثر انگشت روشه و یه دونه سوراخ داره این گرمه، ولی خب اینجاهاش یه سری خراب خروبه. این انگشتره است که اینجوری برای این انگشتم ساخته بودم. چقدر تنگه. اینجوریه. این انگشتره که میبینین یه سری جاهاش احتیاج داره که ترتمیز بشه. این انگشترشه. اینم پلاکه است. شکلیه. دوست داشتم خودم یه ذره دفرمه باشه و اینجاهاش این شکلی. اینا رو فکر کنم باید صاف و صوف کنیم. الان میرم کارگاه بهتون نشون میدم که با اینا باید چی کار کنیم و دیگه این کارا آماده است که استفاده بشه. توی وکس مثلا میتونیم دوباره با هویه درستش کنیم، ولی فلز رو دیگه نمیتونیم دوباره درست.
خارج از این قلب اینطوری مثلا از این مراحل شده میشه که خب بچه‌ها اینم از ویدیو امروز، اینم آیتم هایی که ساختیم. این انگشترمونه و اینم گردن بند. البته که من فقط پلاکش رو ساختم، زنجیرش رو اونجا درست نمی کنم بچه ها. این زنجیری گردنبند دیگمه که حالا باید بعداً چیز کنم، براش یه زنجیر بگیرم. خیلی تجربه باحالی بود، خیلی دوستش داشتم و دوست دارم که بازم بعضی وقتا انجامش بدم. و اینکه خیلی بچه‌هایی که اونجا هستن خودشون برند دارن و کار میکنن و کارشون رو میفروشن و خیلی دوستام هم هستن که میشناسم، یعنی کار خودشون رو ول کردن و کلا دارن تمام وقت این کار رو انجام میدن و به نظر من میتونید کامل راحت ازش کسب درآمد انجام بدین. بهش فکر کنید اگه دوست دارین. نکته دیگه این که من خیلی دوستش داشتم، چون کلا من یه ذره بیش فعالم و زیاد نمیتونم یه جا ثابت بشینم. این که با دستم کار میکنم، همیشه کاری که با دست انجام میدم باعث میشه تمرکزم خیلی زیاد کنه و ساعت‌های طولانی بتونم یه جا بشینم، که این جواهرسازی هم یکی از اونا بود و یک کاریه که همیشه باید کار جدید انجام میده، خلاقیت احتیاج داره. من خیلی دوستش داشتم و پیشنهاد میکنم شما هم حتما یه بار امتحانش کنین. مرسی ویدیو امروز رو تا آخر تماشا کردین. توی کامنت ها به هم بگین که دوست دارین که دفعه بچه کار جدیدی رو امتحان کنم. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. تو ویدیو بعدی میبینمتون.